from the top of the Ben Franklin Bridge. Hit me! Yeah, baby! Yeah! این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای درمونده‌ای که یه مش پاسدار هراسون رو دور خودش جمع کرد تا بهشون دلداری بده، اما با یادآوری ریزش ها دلشون رو خالی کرد. ریزش و رویش همه جا هست، البته سپاه هم مستثنا نیست. کسی اعتراض نکنه که خب بالاخره یه ریزش هایی هم داشتیم. بله داشتیم، همه جا هست، همیشه هست. بعدم یه روزخون دو پولی رو آورد تا با این آسپرین بچه ها به پاسدارای ریزشی دل بده. صلح باشیم تا ابد ممنون، درس عباس ها مذاکره نیست. در یمن، شام، کربلا، بحرین، شور حب الحسین یجمعون است. از همین اتحاد معلوم است روزهای زوال آمریکاست. تو شرایطی که دخالت‌های منطقه‌ای آخوندا همه دنیا رو ذله کرده، این پاسدار سرشلقم به صحنه اومد و به تروریسم آخوندا در منطقه اعتراف کرد. در مورد عراق و سوریه دولت‌های رسمی مستقر در این دو کشور که مورد حمله تروریست‌ها قرار گرفتن رسما از جمهوری اسلامی ایران درخواست کمک کردند. به همین دلیل ما از جهت تسلیحات و تجهیزات و همچنین کمک مستشاری و نظامی باشون وارد قرارداد شدیم و این کمک صورت میگیره که مسئول در این بخش سپاه هست. اما با تظاهرات جانانه مردم عراق معلوم شد که دوره سربالایی رفتن آخوندها تموم شده و وقت سقوط آزادشونه. شیخ فریم طبق معمول مشغول دروغ درمانیه و همینطوری بی واشر خالی میبنده. همه اروپایی‌ها به من گفتن امروز قدرت شما از 1 سال پیش بیشتر. گفتن امروز قدرت ایران از 1 سال پیش بیشتره. ما حس نمی‌کنیم قدرت ما از 1 سال پیش بیشتره. الان ارزش پول ملی ما امروز 10 مهر ماه نسبت به 10 مهر ماه پارسال حساب بکنیم، بانک مرکزی ما میگه 40% ارزش پول ملی ما نسبت به 1 سال پیش در همین روز افزایش پیدا کرده. سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار، بانک مرکزی میگه شرایط تورمی ما ماه به ماه در حد ماه کاهش داره پیدا میکنه نسبت به ماه‌های قبل. این شیخ شیاد فکر میکرد میتونه از دیوار برجام بالا بره، اما معلوم شد سخت در اشتباه بوده. حالا دیگه اروپایی‌ها دارن از آخوندا قطع امید میکنن و سیدعلی میمونه و عمامش. وقتی که اروپایی‌ها دارن روی خروج از برجام بحث میکنن که دیگه ما نباید حالا بیایم به بقیه قضایا بپردازیم. اونا دارن ما رو تهدید به خروج از برجام تازه میکنن که ما تصمیم میگیریم از برجام خارج بشیم. حالا تا حالا که تو برجام بودید چه کار کردید برای جمهوری اسلامی که حالا تهدید به خروج میکنید؟ این هم یه تصویر گویا از جا موندن آخوندها از قافله دنیا. وقتی فشار بالا میره سیمپیچای بسیجی ها قاطی میکنه و این جوکای مسخره رو به عنوان تحلیل سیاسی به خورد هم میدن. روزی قبلا، یعنی منظورم اینه که گفتم، روزی در تاریخ اقتصاددانان خواهند گفت افول
و شکست تمدن امریکا از تحریم دلار ایران شروع شد. یعنی چی؟ وقتی شروع کرد دلار ما رو تحریم کرد، ببین همین آشغالم گفت آشغالا رو بد نمیدم، تو بدونی نمیتونه خرید و فروش انجام بدی بیچاره. وقتی که این شروع کرد دلار رو ما رو تحریم کرد، بقیه رقبای آمریکا ترسیدن. مثل چی؟ روسیه، چین، گفتن نکنه یه روز این بلا رو سر ما بیاره، بیا ما زودتر دلار رو چیکار کنیم؟ آروم آروم بذاریم کنار. این جوجه تئوریسین نظام در حالی داره از این حرفا میزنه که فضای مجازی پر از اخبار و کلیپ‌هایی که در اون مردم اقتصاد ولایی و برنامه‌های آخوندا رو به سخره میگیرن. مسکن مهر. این هم یک کلیپ طنز با موضوع دست انداختن عضما و ادعاهاش مبنی بر رونق تولید داخلی. این دستگاه هیچ گونه مشابه خارجی ندارد و از مسئولین محترم خواسته می شود جهت تولید انبوهی مسئول فوق پیشرفته از جوانان حمایت فرمایند. خواهشاً کپی برداری نکنید، هر گونه کپی برداری پیکرد قانونی دارد. خلاصه اینکه عضما در حال غرق شدنه و هیچ غریق نجاتی هم نداره. یعنی طوری به پیسی خورده که مجبور شدن این نوچه تاریخ در رفته اکبر کوسه رو بیارن تا اینجوری برای نظامشون تبلیغ کنه و از آخر عاقبت نظام ابراز وحشت کنه. به من میگن، خیلی ها دارن به من میگن آقا تو که میگی نظام رو باید حفظ بکنیم، خب این که داره میری تو دره، این که روز به روز داره خرابتر و خرابتر و خرابتر میشه. چجوری پس این نظامو، چجوری این نظام، چه امیدی داری؟ راه نجات ایران در گرو حفظ این نظام هستش که اگر نظام دچار تزلزل بشه دمار از روزگار هممون در میاد. بله، این جماعت خوب میدونن که سرنوشت همشون افتادن از شتر قدرته. البته فقط مهره‌های باند شیخ فری نیستن که سقوط نظام رو پیش بینی میکنن. مهره‌های باند عظما هم از ساقط شدن نظام در آینده نزدیک مینالن. آقای دکتر فکر میکنین چشمانداز انقلاب و چشمانداز این نظام چطور باشه؟ مایوس نیستم، کار سخت شده، مخصوصا این بحث ارز که پیش اومده. کاری که روشی که دولت پیش گرفته روش غلطیه. من چند روز پیش هشدار دادم به واسطه قوه و به هشدار خودم هم اعتقاد دارم. فساد حکومت ساقط میکنه، فساد حکومت ساقط میکنه. این هم روایت یه هموطن از فساد و رشوه‌خواری در ادارات حکومتی. آقا خواهشاً شرافتاً این کار رشوه رو ساماندهی کنید. یعنی شما همه میدونید که تو خیلی از ادارات کار فقط با رشوه را میفته، ولی نرخش معلوم نیست. یه نرخنامه براش بزنید. شما یه کاری میری انجام میدن برات با 2 میلیون، بعد میفهمی که آقا یکی از فامیلاتون، یکی از دوستات با 500 تومن انجام داده. خودت بودی آقا زورت نمیومد؟ آدم زورش میاد، هر کی برا خودش میگیره. بعد مشخص کنید ما به کی باید رشوه بدیم. شما رسما به ما یه نفر معرفی بکنید تو ادارات. بارا پیش اومده آقا به طرف رشوه دادی، بعد مدت رفتی برای کارت گفته چرا به فلانی رشوه دادی؟ مسئول این کار منم، باید به ما رشوه میدادی. بعد میدونید که یعنی رشوه از کارهای اشتغالزا است. ما نمیگیم حالا چیزی نمیگیم، فقط میگیم آقا ساماندهیش کنید، مثل یارانه ها هدفمندش کنید. این سرپاسدار سرمشنگ هم هر بار چشمه‌های جدیدی در پرت و پلاگویی رو میکنه. ببینید این بار در توصیف امام گور به گوریشون چه جفنگیاتی به هم میبافه. من معتقدم شخصیت امام فراتر از خورشید بود. امام به جز خورشید همانند دریا بود. این یک شخصیت جهانی است. من معتقدم متعلق به هستی است، نه فقط سیاره زمین. من خیلی خری
جنتی لعنتی هم که دیده سوژه جوک ملت شده، مثلا اومد خودش رو از تک و تا نیندازه و بگه خیلی خوشمزه است، اما به جایی که جوک تعریف کنه ملق زد. یه کسی گفت من اگر یه کسی بیاد پشت در بزنه میتونم بگم چیه. تعجب کردن چجوری میگی؟ به یه آدم غریبه گفتن برو پشت این در خونه ما در بزن، تو مبینی میگه میگه دیرم. وقتی رفت و اون در زد، این رفت پشت در گفت چیه؟ این هم جدیدترین سوتی بوفالوی ولایت که جنگ طلبی امامش رو به این صورت بازگو میکنه. در نظام مقدس ما سال روز پایان دفاع و پایان جنگ جشن گرفته نمیشه. سال روز آغاز جنگ و شروع جنگ ما این سال روز رو گرامی میداریم و جشن میگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه 8 سال دفاع مقدس برای ما یک بنیان عظیم سازندگی، عزت، مقاومت و یه نقطه بالای راه برد آموزشی هست برای نسل‌های ما که بعد از این آمدن. مشنگستان این هفته رو با روزه از این بوزقلمون عمامه‌دار به پایان میبریم که اینطوری به نفرت مردم از آخوندهای حکومتی اعتراف میکنه. به ما خط میده با توده ها باشیم، با جنوب شهری ها باشیم. امام با اینا انقلاب را به جایی رسون. ما سراغ پول دارا میریم، فقرا میبینن ما با ایناییم، دل از ما میکنن، با ماها با دل نمیان سراغ ما. در پایان توجه شما رو به سکانسی از هنرنمایی بی‌نظیر جری لوئیس جلب می‌کنیم که وقتی داب اسمش مد نبود یه چنین داب اسمش فوق‌العاده‌ای رو اجرا کرد.